نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول بزرگترین شهر ترکیه. پس از گذراندن همهگیری کرونا امسال میزبان روزانه صدها هزار بازدید کننده و خریداران کتاب با موضوعات مختلف است. در سالن شماره 2 این نمایشگاه بزرگ غرفه‌ای با مدیریت خودجوش برخی ناشران ترکیه‌ای متفاوت از کتب دیگر عرضه شده در نمایشگاه است. مسئول این غرفه نه تنها در نمایشگاه استانبول بلکه در نمایشگاه‌های شهرهای دیگر ترکیه آیدین آلتای است. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye genelinde fuarlara gidiyoruz. ما 10 ساله که در تمام نمایشگاه‌های کتاب ترکیه حضور داریم و امروز هم در بزرگترین نمایشگاه کتاب استانبول هستیم. تمامی نشریات ما در خصوص اهل بیت و ادبیات مقاومت است. Direniş edebiyatı. در این غرفه آثاری ترجمه شده از رهبران و شخصیت‌های بزرگ دینی و انقلابی جهان اسلام به چشم می‌خورد که کاظم کورال ناشرشان است. مرحوم امام خمینی'nin sözüyle diyor ki ما امروز وظیفه داریم مکتب انقلابی جهانی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه را به نسل‌های کنونی و آینده بشناسانیم. مکتبی که بر اتحاد همه مسلمانان جهان در برابر استعمار و استکبار تأکید دارد. فاتح بیلگین ناشر دیگری است که کتاب‌هایی با موضوع محور مقاومت را عرضه کرده است. مانند این کتاب‌ها که نقوش روی جلدشان به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مزین است. benim tanıdığım Hac Qasim. Hac Qasim'i که من میشناسم. شهید حاج قاسم سلیمانی مکتبی. مکتب حاج قاسم سلیمانی. hiçbir şeyden korkmuyorum. از هیچی نمیترسم. کتاب حاج قاسم سلیمانی. Kasım Süleyman'ın sınır ötesinde بیشتر مردم ترکیه به جانفشانی‌های سرداران مقاومت از جمله حاج قاسم سلیمانی در برقراری امنیت منطقه به خوبی واقفند. ما وظیفه داریم با انتشار این کتاب‌ها در راه تبیین هرچه بیشتر مکتب مقاومت تلاش کنیم. به گفته این ناشرین افزایش تقاضای کتابخوانان ترکیه‌ای رغبت مترجمین و ناشران آثار مقاومت را در سالهای اخیر دو چندان کرده است. در ترکیه تاکنون 40 کتاب با موضوع محور مقاومت ترجمه و چاپ شده و در نمایشگاه‌های کتاب بین‌المللی در سراسر این کشور عرضه می شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.